سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. سغرا بیوتی هستم. امروز میخوام آرایش پاییز رو بهتون یاد بدم. چطوره با؟ خب به مناسبت رابطه دوستانه با مملکت برادر مسلمان چین، خب گفتم کلاهمو چینی سرم کنم و این باقی چینی مابی هم باشه. ببینید دوستان خواهران، الان پاییزه، باید آرایش با پاییزی باشه. اولی کاری که میکنین دوستان، یه خود اینا میمالیم. خب که باید رومالی کنیم، رومالی رو که باید انجام بدیم. در آینده خبرهای بسیار هیجان انگیزی براتون دارم. دیدین که اون برنامه هم که دعوت شده بودم بهتون گفتم، رفتیم دیگه، دیدین دیگه وامونده چقدر اذیت کرد. من بمالید موج مصنوعی خیلی اذیت میکنه، نخرید اصلا. بعد امروز در این برنامه خواهران میخوام میکاپ جدید سلینا گومز، پرتیاره هستش. سلینا گومز ما دیگه قرازه درست کردی برای من که نفرستاد، موردش رو برده. آره بابا خریدم، اما شنیدم برای اون الناز رقاصه هست، برای اون مجانی فرستاد، برای من که نفرستاد. آره دوستان، خب اینو که مالیدیم بعد چیکار میکنیم؟ کنتورینگ میکنیم. خب پاییزه دیگه، همه چی باید قهوه‌ای و اینجور چیزا باشه. بعد چیکار میکنیم؟ به خود کنتورینگ میکنیم. کنتورینگ چیزی به آبروش کنتورینگ اینجاست. خب عینای خود میمالیم. بعد بلندش نکنید خواهران، چون که الان این چیزه دیگه، گفتم از همجوری بذارید بمونه. دماغتونم انجام بدید. دماغای بعضی از دماغات بعد از 3-4 دفعه عمل هنوز گنده است، نمیدونم چرا. خب این خیلی کمک میکنه. باید خوب شد. بلندش نکنید، بذارید همینجوری بمونید. خود این بالا مالا ها هم بمالید. آره خواهرام، همچنین گفتم امروز میخوام این چیزی سلینا گومز هم بهتون یاد بدم. بعد یاره نفرستاد برای ما، برای الناز قرازه فرستاد. الناز رقاصه این مادیکش اینه. بازم بمالیم ریویو کنیم. قرمزه، اما خب وا کنیم ببینیم چه شکلیه. آره دوستان، خب اول چیکار میکنیم؟ بازش کنیم ببینیم این مامونده چی هست. حالا درست کرده به خودش مینازه. بعد یاره برای منم که نفرستاد، مجانی که نفرستاد، رفتم خریدم. خب بوش که بوی عطر مردانه است. بمالیم حالا. این چیه مامونده؟ رنگم که نداره، حیف پول، حیف $20 که من خرج کردم. خبرش نه، اصلا نخرید، اصلا مزخرفه. البته اگه مجانی میفرستاد خب فرق میکرد، نظرها فرق میکرد، اما خودشو با پول میدادم نه دیگه، خبر مرگش، اصلا نخرید. آره شما هم که رفتم دیدیم راستی آبجیم اسباب کشی کرده، اسباب رو کشید و رفت. دیدید که خب دیگه شوی دیگه، بعدی دیگه شوی اسباب کشی اینا دیگه کمتر داریم. بعد چیکار کنی خواهران؟ اینم که الان صبر کنیم، میگم ابروهامون رو درست کنیم. حالا بریم قسمت ابروها. پاییز ابروها باید کلوف باشه، چارلی چاپلینی باشه. نه من اینو خودم از بیوتی خدا بیوتی یاد نگرفتم، نه اما این همه چیزای خودمه، تمام هوش خودمه. آره خب خواهران، این ابروها مالی چون که پاییزه یه خود باید چارلی چاپلینی بشه. خب از این زیر شروع کنید. به به به، بعد پرش کنید.
البته این چیزه، این که خود زخیم به نظر این باید زخیم تر باشه، یعنی تو این پیشونی موشوبونیاتون باید بیاد بالا. آره و هندسه که خوندید که این علا خوب شد. آره بعد چیکار میکنید؟ این بعد اینو این وسطش هم بیارید، اینو نزدیک تر باشه، هرچی نزدیک تر باشه بهتره. آره دیدین دیگه، رفتیم شو و اینا، خبر مرگش یه سوالای عجب غریبی از من میکرد، وامونده، میگفت چقدر از هر ویدیو در میاری. خب منم که بهش گفتم دیگه، گفتم یه هر ویدیو $3,000 $3,000 در میاریم. خب اگه در نیاریم که اصلا چرا ویدیو درست کنیم؟ بیکاریم بشنیم به شما ماتیک و پاتیک یاد بدیم، خودتون بری یاد بگیرید. نه باید توش کار، باید توش پول باشه، وگه نباشه که نه. من اینجا نشستم مجانی به کسی میخوام ماتیک و ابرو یاد بدم اونم به این قشنگی. نه دیگه دوستان، این یه خود الان چیز شد، چارلی چاپلینی شد. البته یه مقداری با هم فرق داره. اینو دیگه خود حالا سعی کنید که اینا رو نزدیک کنید و ببینید هرچی این کلوفتر باشه بهتره، شما به بهش نزدیکتر میشید. خب اینم که از ابرومون. خب آره دیگه. بعد حالا بریم اون قسمت چیز خط مداد این سلینا پتیاری که برای ما گفتم مجانی هم نفرستاد خبرش. واکنیم ببینیم این چیه. خب این که اینه، بوش کنیم. بازم این که باز بوی عطره، مردونه میده خبرش. خب میذارید اینجا ببینیم حالا چه شکلی هست. میذاریم اینجا بکشید. نه من که اصلا خوشم نیامد. نه این چیه؟ وامونده. گفتم چون که من اینجا خودم پول دادم، خب نظرم خیلی تعیین نظرم. این اگه مجانی میفرستاد خب آدم نظرش فرق میکرد. مینی؟ شدم این شاخهای باغبش. خب شاخه اینستاگرام هم پس این شکلی هستن دیگه. آره این خیلی خوب شد. نه وای نه نخرید، خبر مرگش اینشم که اصلا خوب نیست. این هم نخرید. آره خب حالا میگم ما که این کارا رو کردیم یخت سایه هم بمونیم. خب آره دیگه خیلی زیبا شد. وای خوشحال چقدر خواستگار بیاد. خب حالا خواهران ابرو رو هم باید درست کنیم. ابرو رو که درست کردیم، این آتش خاله این سلینا گومز واموندرم که استفاده کردیم اصلا نخرید. میگم حالا یه مقداری چیکار کنیم؟ خب این میکاپ رو کاملش کنیم دیگه، چرا که نه. خب چیکار میکنیم خواهران؟ یه مقداری چون که پاییزه، از این رنگ های این چیزه لارا مارسیر این چیز استفاده کنید، رنگ هایی مثلا قرمز و آجوری و اینجور چیزا که به برگ درخت ها بخوره. خب میبینید به پرچم کشور چین هم میخوره. آره والای شوی خیلی چیز بود، خیلی به ما انداخت مونده. چقدر انداخت بهمون. هی میگفتش که مطالب تو از خدا دزدیدی. گفتم خدا کیه بابا؟ خدا باید بیاد پیش من درس یاد بگیره. هی میگفت از خدا دزدیدی و از خدا آوردی. بعد آره یه مقداری هم از اینا مشکی بمالید اینجا، مثل که این با این خدایی مثل که دست به یکی کرده بودن آبرو ما رو ببرن. لامصب لابد خدا بیش پولی مولی چیزی داده، چه میدونم والا کاره. خب اینم که مالیدیم. خب خواهران این الان این بالانس نیستش. من هر جوری نگاه میکنم بالانس نیستش. این ابروها خیلی چلو چاپلینیه، خیلی زیبا. دستام هم از اون چیزا زدم که ناخونام بلند شه. وقتی بلند شد بهتون نشون میدم. این الان بالانس نیست. میگم یه مقدار دیگه از این ماتیکای این سلینا واموندی بزنیم شد خیلی مستر شه. آخه خیلی بی رنگ و بی مایه است مثل خودش و لولش. زنی که قرازه. خود چه که دیدی خیلی شلووله همچین. ماتیکش هم این خودشه، فقط بوی مرد میده و بی رنگ و اینا. خب اینم که از این میگم یه خود پودر آجر پزی که داریم. آجر پزی هست از آجر میپزن. یه خود اینا هم بمالیم اینجا.
خب پودر آجرپزی هم که زدیم و دیگه چیکار کنیم؟ سرخاب. این کتابای داستانه هایی هستش که پسر رو کتابا سرخاب دارن. خب ما هم الان باید سرخاب بزنیم. حالا ببینم این وامونده اصلا وا میشه با دستکش؟ خیلی سخته، وا نمیشه، با دستکش سخته. نه وا شد. خب خواهرام میگم بالانسش کنیم. آره این کتابای جدیدی که دیدین فقط عکس پسرا روشه. ما اصلا مشکلی نداریم، هرچی که بزرگان بخواهم ما باشون ما یکی هستیم. آره ما همه در بار توییم. میبینی؟ خب اینم یه مقدار بیشترش کنیم، بیا بالانس شده که. خب اینم که سرخابم که زدیم. ببینید الان پاییزه. خبر مرگش فکر کرد مثلا میخواد بیزنسمن از بین ببره. خدا از خداش باشه یه هدا بیوتی که اینو ببینه الان میگه به به، الان میره همه تقلید میکنه وامونده. آره بابا. آخرین کاری که باید بکنیم خواهران، باید برق بزنیم. نه دیگه باید کامل شه و با این ماتی که وامونده. این میذارید اینجا، اینم میذارید اینجا. این دماغرم که میخواد برق بزنه. بچه نکن. این شد میکاپ ما سغرا بیوتی آرایش پاییز. نکن بچه. That's it. امیدوارم که خوشتون آمده باشه. امیدوارم که یاد گرفته باشی. ما اینجا مجانی به کسی چیزی یاد نمیدیم. گفتم ما اینجا باید یه 2-3 هزار دلار هر ویدیویی در بیاریم. مگه الکی من این همه استعداد به شما مجانی یاد بدم؟ خواهرایی میگم اینو تکمیلش کنیم. آره دیگه. میبینی این از این رنگ‌های مختلف داریم. میگم میخواد طلا بمالیم. وای چه خوب شد. این تکمیل شد. این شد. این میکاپ پاییز. امیدوارم که لذت برده باشید. امیدوارم که به همدیگه یاد بدید، استفاده کرده باشید در خیابان‌های تهران. اینجوری با حجاب کامل اینجوری راه رفته تا من آینده دوباره بهتون درس بدم. خب گفتم اسباب کشی هم دیگه تموم شد. آبجیم رفت و آره دیگه اسباب کشی شدن که این آتش خاله زنیکی سلینا رو که نخرید، همش قراضه است و دیگه همین دیگه. فعلا خداحافظ تا ویدیوی بعدی، تا 2000-3000 دلار بعدی. بای فعلا خداحافظ. تقی کجاست؟ تقی نیستش. گفتم بزنم اینجا ماشو بزنم، ریششو بزنم، نیستش. رفت کار بگیره نمیدونم. فعلا خداحافظ تا ویدیوی بعدی. بای نخریدا. خب خود از نزدیکم ببینید دیگه. ببین ابرو میبینید؟ میبینید آی شادو رو؟ میخوای از نزدیک لبا رو بمالم براتون نشون بدم. آره خیلی اصلا رنگش خوب نیست. اصلا نخرید. فعلا خداحافظ. بای تا ویدیوی بعدی. آرایش پاییز با ما باشید. بای.